خب اومده کجا اومده؟ به 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 به، اومد با مغزش دوئل کنه. فشار یعنی این فشار میخوره این بازیکن. بله دینایت میکنه رفیق فشاریمون. حالا یه دونه وایندانر گن زده تو بازی تو چرا داری حال بقیه رو میگیری؟ ببین آها، هرچی وارد زرد و آبی گرفته برا خودش نگه داشته، ولی باز تیمش داره میزنه. ماشاءالله به این پلیرها، ماشاءالله به این بازیکن‌ها. ببین آفرین بر تو، آفرین بر تو. خب دوباره اومد این قهرمان، داره میره جلو، داره میره دنبال یه نفر میگرده تا بهش بده. نیمت شلوار رو تا زانو کشیده پایین، دنبال کرده به سمت دوستان، منتظر اولین نفریه که بهش فرو کنه. هنوز در جستجو، هنوز در خیلی علاقه داره که اممارش هم بیاد بالا. داره میگرده، منتظره، میدونه که این دوتا نمیتونن شلوارش از پاش درارن. خب واردار رو گذار، بسیار عالی، بسیار نگران بود که دوئلو ببره، برای همین نزد. فعلا بکش بالا شلوار تو، اونا نیستن. آها عالی، بزن دوئلو، بزن دوئلو، بزن دوست خوب من، بزن. برگشت، مثل اینکه عذاب وجدان گرفته، داره نگاه میکنه. همین جوری که بقیه دارن دعوا میکنن این وایساده تا از اکسپریانسشون کم کنه. خیلی قوی، خیلی عالی. اونا چه نوب سگاییه، اونا هرالتر از منن. چند میفروشن این اکانتا رو، ما هم بریم بخریم و دارن بازی رو میبرن. عالی، دوست خوبمون فانتوم لنسر. خب من که به نظرم تو گناهکار نیستی، ولی واقعا متاسفم. امیدوارم هیچ وقت این یارای احمق به پست شما نخورن. یه فرمانده بی فرمان و یه لژیون بی کماندر. گولت